خب ما انواع حرف دال توی خط شکسته نستعلیق. دال در شکل مفردش با همون گردش نستعلیقی ولی یک مقدار دوردارتر اجرا میشه و به لحاظ اندازه بستگی به این داره که تو چه موقعیتی قرار میگیره. اگر به صورت جویده نویسی باشه تو بعضی موقعیت ها خیلی کوچیک و حتی با نوک قلم ممکنه که اجرا بشه به این شکل، ولی بعضی وقتا شیش دانگ و به طور کامل. مهم اینه که اون تناسباتش حفظ بشه، مثلا تناسبات حالا 1 به حدود 2 حفظ بشه، وگرنه به لحاظ اندازه بستگی به موقعیت اجرا داره. خب دال توی شکل دیگر خودش شکلی هست که به حرف قبلش وصل بشه، مثلا حرف ر و دال. اینجا دال به صورت یک دور که در واقع یک مثلثی است که اضلاعش منحنی شده با این تناسبات و فرمت اجرا میشه. یا مثلا حرف واو رو به دال ما وصل میکنیم، حدوداً با نصف قلم اجرا میشه، حالا بعضی جایی مقداری پرتر میشه، دنباله دال پایین تر قرار میگیره. و یه شکل دیگه دال که ممکنه به حرف بعدی ربط پیدا بکنه، اینجا دور میخوره و یه مقدار بالا میاد. حالا این یه مقدار با اغراق اجراش کردم. مثلا حرف میم رو شما میتونید اینجا قرار بدید، مثلا کلمه دم، یا حتی بعضی وقتا دال به این شکل به حرف ی متصل میشه. اینجا هم باز دوردار هست. و شکل دیگر دال در اتصال به لام مثل کلمه دل، اینجا تقریبا با نوک قلم ابتدا رو اجرا میکنیم، اینجا یه مقدار ضخامت میگیره، کمتر از نصف قلم شاخص رو داریم و بعد هم که حرف لام اضافه میشه. این شکل از دال توی کلمه داشت هم ما میتونیم استفاده کنیم. بنابراین اینجا هم باز با همون تناسبات کلمه داشت رو داریم. و کلمه دارد هم به این شکل اجرا میشه. کلمه دارد ما میتونیم به دو شکل اجرا کنیم. اینجا کاغذی مقدار چربه، اینور دال رو به الف متصل میکنیم، حدود نصف قلم. به این شکل کلمه دارد رو داریم.
و شکل دیگر ما میتونیم با همون دالی که باش کلمه دل رو اجرا میکردیم با این فرمت کلمه دارد رو اجرا کنیم. اینجا دور میخوره، تمایل به سمت پایین داره و کلمه بعدی حرف دال بعد از شاخص الف هست. شما مثلا کلمه باد رو میخواین اجرا کنید، این الف متصل میشه به دال، یه مقدار پایین تر از شروع کلمه قرار میگیره. اینجا یه تمایل به سمت پایین و چپ داریم ولی نه زیاد دوردار هست، دور حفظ میشه ولی تمایل به سمت پایین و به صورت حدوداً موازی، که البته این کار رو الف کوتاه‌تر میتونیم بگیریم و دال رو به شکل کامل هم اجرا کنیم. اینجا الف کوتاه‌تر میشه و دال کاملتر اجرا میشه. به این شکل هم قابل اجرا هست. و کلماتی مثل کلمات دید که یه دال اول هست، بعد حرف یه رو میتونیم به این شکل به دال متصلش کنیم. خب من اینجا یه بار دیگه اجرا میکنم. اینجا به این شکل ما میتونیم دال رو به یه وصل کنیم. حالا خود ب، پ، یه همه اینا رو به دال به این شکل قابل وصل و اجرا هست. مثلا کلمه بد یا با دندونه، این کلمه بد مثلا، حالا یا هر اتصالی که به این شکل باشه قابل اجرا به این شکل هست. و جای دیگه ای که استفاده میشه اتصال دال به حرف هی دو چشم هست، مثلا آمده یا دیده. کلمه دیده به این شکل قابل اجرا هست. اینجا پایین تر قرار میگیره. به این شکل هم قابل اجرا هست. اینجا دال یکم بالاتر و ه پایین تر از شروع قرار میگیره. پس با این هندسه هم کلمه دیده رو میتونیم اجرا کنیم. و کلمه بنده که شما میتونید دال رو یه مقداری بلندتر بگیرین. حالا به فراغر موقعیت بعضی جا ما کشیده کم داریم، میتونیم از یه همچین نیم مدی استفاده کنیم و ه رو در آخر اضافه کنیم. به این شکل.
و کلمه آمده هم که دار رو میخوایم به ه صورت یه دایره با حدوداً 2/3 قلم اجرا میشه. بعضی جاها با تمام قلم هم ممکنه اجرا بشه به خاطر موقعیت و ایجاد فضای سیاهی بیشتر، ولی معمولا یه بخشی از قلم دزدیده میشه و هم اضاف میشه. حالا که این همین میتونه متصل بشه، مثلا بشه آمده است، کلمه آمده است ادامه همین اجرا بشه. حالا ممکنه شکل‌های دیگه از حرف دال هم باشه که الان شاید تو ذهن من نیومد الان، ولی عمومیت و اکثریتش توی همین قالب ها قرار میگیره. حالا باز اگر مورد دیگه هم بود من سعی میکنم بعداً اضافه کنم.